یک زمره در غم پول ما شعر گفته گشتیم، محروم عالم پول ما شعر گفته گشتیم. مغرور و مست برخی مست و الست برخی از بوی فارم پول ما شعر گفته گشتیم. هرچند غیر امکان با پول خریدن عشق، دل خون ز ماتم پول ما شعر گفته گشتیم. حرفت اثر ندارد، باغت ثمر ندارد، به روی شبنم پول ما شعر گفته گشتیم. در کنج خانه دارد به خیریه هزاران صندوق محکم پول ما شعر گفته گشتیم. گرچه سخن لذیذ است بسیار خلق عالم هستند همدم پول ما شعر گفته گشتیم. شعرم دوا به دلها بخشد صفا به دلها، شادم که به غم پول ما شعر گفته گشتیم. خب دوستان عزیز سلامت باشید و من از زندگی خود و از خدمت خود بسیار راضیم که در راه ایجاد با بسیاری از استادان سخنسرا و سخنسنج شاعران خلقی تاجیکستان البته آشنایی پیدا کردم و آنها در راه ایجاد، در راه مشکل ایجاد دستگیر من بودند و واقعا به آنها نیز من نمیتوانستم که در این جاده قدم نهم و البته به قدر رهکشای اولین باید رسید امروز و استادان سخن امروز رهکشای اولین ما هستند و یکی از استادان بسیار هم گرامی، استاد که پیوسته ما رو در راه ایجاد یعنی که دلبرداری میکنند و گاه تعریف و گاه توصیف و گاه ایراد میگیرند، استاد کمال نصرالله شاعر خلقی اینجا قرار دارم. میخواهیم به صحنه خوانیم همراه استاد عبدالله رهنما که یکی از سیاست شناسان و هم شاعر محبوب ملت. به اوگاهی هم باشد برای کوهزاد عزیز همیشه حرف گفتنی دارم. خودتون حاضر شاهد بودید سرودها متنهایی که در اینجا سروده شدن با من بسیار مقبول شد، خصوصا اون شعری که مادر در شهر زندگی نمی کند قهرمانی میکند چون که به خاطر فرزند است. بسیار شعری صمیمی نقد بود. من همین موضوع شعر گفته بودم وقتش، همین شعر به راحت شنیدم. در شعر مهمش همین محبت، صمیمیت، وقتی که بدون یگون طمع، وقتی که از صمیم دل یک سخن میگویی و حتما شنونده شما به یک دل رفته میرسد. چند روز پیش در اتفاق نویسنده ها یک محفل شد بررسی شعر جوان ها. یک شب پیش شعرخوانی جوان ها شد، بعد بررسی شعر جوان ها شد و من اصلا کیها باز در قریب در تمام اون نوشته هایم، بررسی های روزنامه و صدای شرق و ادبیات و سند درباره جوانان همیشه فکر من میگویم. استاد لایق وقتی که ما جوان بودیم میگفتن که همین میدان خالی است، میدان خالی. یک به گوشم رسید که در من نبودن گفتن که بعد همین کمال میدان خالی. بعد وقتی که این جوان ها برآمدن و شب ایجادی یکیشون در اتفاق نویسنده ها برگزار گردید، من گفتم کنی استاد لایق که بینن که میدان خالی نیست. امروز جوانایی هستن که در این میدان خوب جولان میزنن، لیکن جوانی ما از جوانی این جوان ها یک فرقش هست که ما شرایط های راستشگون بهتر داشتیم، محیطی بسیار توانا داشتیم که همین سختگیری های استاد وقتی یک چیز شدیم، شاید اگر شده باشیم. لیکن امروز اون زمان ما پرستش شعر بود، زمان همین شعر در منبرهای بلند بود، با شعر مردم زندگی میکنن، با شعر عشق میورزیدن، شعر در سطح بلندترین بود. من شما گم که شعر فقط همین سرود، فقط ترنم همین عشق و محبت نیست. شعر ما، شعر فارسی، شعر تاجیکی، این تجسم تمام فرهنگ بزرگ ما است. در شعر ما علم است،
شعر ما سیاست است، شعر ما فلسفه است، شعر ما اجتماع است. تمام انا فرهنگ بزرگ ما در شعر ما تجسم یافته است. این شعر ما آسان گفتن در کار نیست. شاعر هم طبیعت شناس است، هم تاریخ دان است، هم پسیکولوگ است، هم فیلسوف است. شاعر تمام علم های دنیا باید داند که امروز اگر خواهید که در همین زبان فارسی شعر گویید، این کار بسیار سنگین است. من بسیار دور چخور نمی روم، لیکن امروز خوشبختانه میدان ما خالی نیست. جوان های هستند که مثل کوهزاد عزیزی ما شعر میگن. ما کوهزاد دستگیری کردیم. کوهزاد برنده جایزه بلندترین آزمون فروغ صبح دانایی بود و این کار اندک نیست در امروز. مثلا اینا تبریک کنید که کوهزاد این قله های فتح کرد. لیکن امروز من این جرأت این میدان ما مبارکباد میگم با کوهزاد. اما اینجا دونید همینه که شعر در همینجا فقط همین خیلی جولان زدن نیست. شعر این شبهای بیخوابی، این هزاران مطالعه کتاب ها، این مطالعه تمام علم ها، شعر زحمت خیلی گران طلب میکند از شاعر. بعد من این خیلی در صحنه مثلا شما با دل پر برآمده میخونید. یا من یک وقت شعر گفته بودم که شعر گفتن گریه کردن، شعر گفتن خنده کردن، از سرشک مادر زار سینه را آگنده کردن، شعر دراز بسم الله در خون تپیدن، اشکهای آدمان را از کنار راه چیدن. تصویرهای بسیاری دارد. در آخر من میگم که در شب سرد زمستان بر غریب در کشودن، آخرین نانی که داری با کسی تقسیم نمودن. سلام دوستان عزیز. شما نسلی که جوانیتان چقدر خوب بود و پر بود و آرامش بود و شرایط بود، و این کوهزاد عزیز نسلی که در دوره استقلال اینا استقلال دیدن، دولت دیدن، آرامی دیدن. ما نسل جوانی ما در دوره جنگ شهروندی، نسل سوخته. برای همین نه شاعر خوب شدیم نه عالم خوب شدیم، ولی به هر دو نسل حسد میبریم. نه خاکساری نه واقعا. برای همین من میخواستم کوهزاد عزیز رو که جرأت کرده این مکتب بزرگ شعر تاجیک رو، مسئولیتی ادامه آن رو به دوش گرفته است، تبریک گویم. زیرا استاد لایق در مقدمه کتاب فرزانه نوشته بودن که حالی شعرش را یکسو گذاریم در تمدنی که رودکی دارد، مولانا دارد، فردوسی دارد، حافظ دارد، باز خسته دعوای شاعری کردن خودش یک بزرگی است، خودش یک جرأت است. بازگیم در زمانی که هنوز شعر استاد قناعت، شعر استاد لایق، شعر استاد بازار، شعر گلرخسار، شعر استادان کمال و اسکر حکیم و استاد محمد غایب هنوز فضا را دارن، یک جوان بیاید گوید من هم شاعرم، ای پیش از همه انمون غیرت است. بنابراین من گفتم که اول غیرتشون رو تبریک کنیم و بعد هنر و استعداد و شعرشونه. زیرا من همچه یک بیننده عادی رسانه ها میتونم تصدیق کنم که در کنار انمون استعداد ذاتی که کوهستان تاجیک، آبشاران تاجیک، پدر و مادر تاجیک در نهاد او گذاشتن، ما همه شاهدی مهنت و تلاش های بزرگی او هستیم. در همه برنامه ها، در همه آزمون ها، در همه جا میبینیم که کوهزاد حضور فعال دارد، چونکه او بحر انرژی یا بحر قدرتی که دارد از
کنترل بیرون است. به فکرم استاد به دیلچخیل گفته بودن مصرع اگر خواهم سر کنم غزل دارم. بنابراین من میخواستم که هم این غیرت رو تبریک کنم، هم شعر شما، همین خوشبختی رو که شما امروز در یک فضای استقلال برای همین شعرهایی که شما اینقدر آزاد وطن و ملت و استقلال و زبان میگوید، چند نسل جزا دیده بود نه استاد؟ برای همین گپ گفتن مردم زندان شدن، کشته شدن و شما همین آزادی را دارید که وطن گوید، دولت گوید، ملت گوید، زبان گوید، سری بلندتون در پیش جوانیان نشان دهید. ما افتخار میکنیم و همچنین از پدر و مادری بزرگواری او که در هر لحظه ما میبینیم دستگیرن، در کنار شما هن. سپاس خود را میرسانم. تشکر، موفق باشید. شما دوستان عزیز، خیلی شادم و خیلی افتخار میکنم که شما رو در کنار خود دارم و در این فرصت مناسب استفاده برده میخوام که استاد محمد غایبی رو خوش آمدید گویم و آن کس نیز گاه و بگاه شعرهای ما رو قلم میزنند و همزمان استاد عبدالرزاق رزاق اینجا قرار دارند و همه آن شاعرانی که شعرهای ما رو میخوانند، مصلحت میدهند و از جمله آن شاعران جوانی که واقعا از من جوانتر هستند و شعر را خوب میفهمند. ایرجو خوش آمدید برادر عزیز، سرمحری ما هستند و خیلی انسان خوب نیز هستند. خوش آمدید. و البته حتی من میتوانم از عبدالملک عبدالجبار، بزرگمیر تاج الدین، طالب لقمان، مهرالدین صبوری و دیگران نیز سپاس گویم که آنها را نیز نابسته از من خوردن اما مصلحت میدهند که شعر البته این دعوا ندارد، در همه حالت در همه سن سال اشتباه میکنه، اما من از همین آنهایی که نام گرفتم و شاید فراموش کردم سپاسگزارم. همزمان از استاد بسیارم بزرگم خیرالدین خیراندیش که دعوتی بودند و شاید در همه جا شیفته باشند، من ندیدم و حتی جستجو نیز کردیم ندیدم. اگر باشند ما حتما دعوت میکنیم. و همزمان از استاد رستم وهاب، استاد دولت رحمانیان و دیگر شاعرانی که با من پیوسته همکاری میکنن من سپاس میگویم و از آنها قرضدار هستم. و عبدالله خیالوف سراینده هستند که ما از کودکی با ترانه‌های آن کس باور هستیم. این لحظه از دهه زیر حصار آمدن با یک ترانه نو عشقی و رقصی. مرحمت با هم میشنویم. عشقی تو دوایی دل دیوانه عاشق، فریاد فغانی دل من تا به سما رفت، فریاد فغانی دل من تا به سما رفت، بشنو تو صدایی دل دیوانه عاشق، بشنو تو صدایی دل دیوانه عاشق. استهی دل ای پری آزار، رحمی تو برای دل دیوانه عاشق، با این همه بیرحمی و بیمهری دایم، با این همه بیرحمی و بیمهری دایم، تو غصه ربایی دل دیوانه عاشق، تو غصه ربایی دل دیوانه عاشق.
سرایی دل دیوانه عاشق عمرز سرایی دل دیوانه عاشق. شما آمدید دوستان عزیز، شما آمدید و باعث افتخار است که شما از راه دور به اینجا آمدید و دوستان عزیز بار دیگر شما را خوش آمدید میگیم. واقعا کشور ما کشور آباد است، کشور آزاد است و در این کشور ما همین گونه محفل ها تشکیل میکنیم. البته زیرا که در این کشور بسیار هم زیبا صلح حکم فرماست و کشور ما را عالمیان همچون دولت امن برای سیاحان میخوانند. البته هم میدانند تجربه صلح‌آوری ملت ما از جانب جهانیان اعتراف شده است و این همه با زحمت‌های مرد بزرگ ملت، پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان است که ما واقعا سری بلند داریم و برای هر یک انسان که با پیشوای معظم ملت دیدار می‌بیند باعث افتخار است. 6 اپریل سال 2020 هنگام تهیه برنامه بزم شعر در ستایش گل لاله برای من مشرف شد که پیشوای معظم ملت تصادفاً به برنامه ما آیند که این برنامه تاریخی است و در تلویزیون های تاجیکستان بار اول رخ داده است و من از این افتخار میکنم و همیشه پاس میدارم. این سیاست و این مرد بزرگ پیشوای ملت رو البته احترام میکنیم و واقعا اگر ببینید من گمان میکنم اگر هم پیشوای معظم ملت نمی بودن ما در چه حال ها گرفتار بودیم و من میگم که اینجا یکی از بانوهای بسیار هم زیبا، بانوهای بسیار هم خوش صدا و خوش سما که یکی از ترانه های مرا تحت قصیده پیشوا برشته آهنگ کشیدن، گلبهار شاکرا و سرنده محبوب رو دعوت میکنیم تا که این ترانه را برای ما و شما زمزمه کنند. ما سروری نیک و با فضیلت داریم، پشت و پناه برای ملت داریم، شکرانه که در جهان سری ماست بلند، شکرانه که پیشوای ملت داریم. مرحمت. گلبهار شاکرا. میراثی عزیزی عالی سامان دارد، میراثی عزیزی عالی سامان دارد، این روزه که نام تاجیکستان دارد، نرم از جواب و گل دلها خاک مردان بزرگی سخت پیمان دارد، مردان بزرگی سخت پیمان دارد. ای پشتیبانی ملت، ای پیشوای ملت، با تو بلند باشد هر جا صدای ملت. گشتی دوای ملت، ای غمگسار ملت، ای پیشوای ملت، پیشوای ملت.
باشید گلبهار شکرова یک ترانه بسیارم زیبا که واقعا کارنامه پیشوای ملت رو وصف میکرد و اینجا باز هم میخوایم که صحنه ما سرد نگردیده یکی از محبوب ترین سراینده امروز آرزوگل خوجم رو دعوت کنیم با یک ترانه عشقی. مرحمت. باورم کن که تو را یار وفادار منم، باورم کن که تو را غم بر غم خوار منم، غیر من است تو را یار دل افکار دیگر، باورم کن ز غمت با دل افکار منم، غیر من است تو را یار دل افکار دیگر، باورم کن ز غمت با دل افکار منم. سلام یابی که من یار موافق بخیر، دان که تنها بر تو یار سزاوار منم، خبر داری مگر ای بوتی هم دل من که به اندوه غمی ایش گرفتار منم، خبر داری مگر ای بوتی هم دل من که به اندوه غمی ایش گرفتار منم. باورم کن که همه عمر تو را سر ببرم، به دل و جان و جگر دار و خریدار منم، دار و خریدار منم، باورم کن که تو را یار وفادار منم، باورم کن که تو را غم بر غم خوار منم، غیر من است تو را یار دل افکار دیگر، باورم کن ز غمت با دل افکار منم، غیر من است تو را یار دل افکار دیگر، باورم کن ز غمت با دل افکار منم، باورم کن، 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 باورم کن. سلامت باشد. باور کردیم. خوش آمدید. واقعا در این تالار همین نورهایی که میبینید شاید نورهای پدر و مادر من باشد و من میخوام به نوبت هرچند که من میتوانستم آنجا بروم، هرچند که آنها راه گشتنشان مشکل است، اما من میخواهم که شما روی مادر من و پدر مرا در این صحنه ببینید. میخوام مادر جان مهربانم را دعوت بکنم تحت همین شعر: مرا زادی تو مادر در بری کوه، مرا زادی تو مادر در بری کوه، توی ای مادری من مادری کوه، اگر دستم رسد در پیش پایت، بریزم مادرا سیم و زری کوه. و در ادامه میگویم همون رباعیه که فیض و فرح بام و درم می آید، نیروی دل و تاج سرم می آید، ای شهر عظیم سر به افلاک بکش، از کوه بلند مادرم می آید. خوش آمدید مادر جان.
خب مادر جان اینجا شنید شما اینجا شنید در مادرم صدقه بید. میخوام یک چیز رو کوتاه بگویم. وقتی که من در بطن مادرم بودم 17 می بودگی سال 82 مادرم میخوان در تولدخانه شهر پنجگین تولد کنن، اما خیلی حیال میشود. پدر بزرگوارم که یک مرد بسیار هم با وقار و گیزاله هستند میرم میگن که تو تولد نمیکنی، خیز رفتیم کوه میریم. خب در یکی از منطقه های بسیار هم زیبا که آنجا هر کسی رفته میداند سرریز گفتن اینجا صبح 20 می در آنجا من تولد میشم. من راضی هستم که مادر من در رادام مرا تولد نکرده باشند، زیرا که شاید همین سبب شد که امروز همین نام شفاعت بخشید و با شما نزدیک شدم و اینک سخن به مادر بسیار هم مهربانم. مرمداش جان. السلام علیکم دوستای کردا جانم، خوش آمدید به درگاه. ای امتی محمد درگاه کشاده به تو با عزت محمد. 100 بار شکر بگوییم ما امتی محمد زنده و ثنا و فرستیم بر حضرت محمد. الهی پاک و پروردگار اهل مردم امجدی شرطگی خدای مهربان صاحب علم قرآن صاحب علم و معرفت حاضر زبان قرآن همه این خورسندی هایی که در این در هست من پشت پیشوام میدانم. من قصه های پیشواهای بسیار خواندگی انیسیرون عادل قصه شد خواندم 110 سال پادشاهی کردگی. من گفتم اله امام علی 120 سال پیشوایی کنو. دوستای عزیز و مهربان، من کردا جانم بیگاه پنجشنبه 20 می 82 سال درمان کوههای سعده به دنیا آوردگی. شب دویم گویه که دیدی کردا از کپ بیدرک شدم. من شب خوب دیدم که مرده که ما گرکا خورید اصلا در یک جایی تاقه در یک جا. بعد سحری از جمعی گفتم خیلی وستر رویم پاچا در گل خورد چی؟ بعد رفت گفت که اپا نگاه کن پاچام یک تربه دست آمدادن. مرد که ما آمدن تربه خالی کردن یک گرگ بچه در دور نه. بعد چای کردیم گوی بابایا خورنو گفتن کمپی من نون بچه من روح الله میمونم. من گفتم نه. کسی گفتن نه من گرگ داشتم سیادم. من گفتم نه مرا من کتاب علوم کردا از آدمات کردم دینا 20 آگوست در رادام پنجکین خواندگی. من نون بچه من کردا نمیدونم همچنان علوم کردا شاعر شد و نویسنده شد. شکر الله بزرگ هرچی امید کردم خدای مهربان فهمید من به همه آرزو امیدهایم رسیدم. من 50 سال در کوه ها گشتگی بچگام با همه تا تینگ و ریشه خاطره و گلی صدبرگ و همه خیلنا به باید رساندگی. صدبرگی درد چای کرده تیدگه اصلا دارشان درد سر نمیشن. برای همه بچه های من در را بیده دوستای عزیزم من کتاب های کردم فیض الله انصاری ما گفته که اگر با دوستان یک جا شنیق هم را فراموش بکن که من با شعر انصاری شما را آشنا کردم. خواهد شما هم با تو منت نگاه کردست و من مدل منن بچه. این بچه گوی من راه گردان کردم از دستشون گرفته کوچه فرامدن. یه دخترک سرش شانه کرده همسایه ما. یکون شعرشون برای همه دخترک. نگارم در لب جای خانه داره. سری خود را نشسته شانه داد. یا تو داشتن تا گوه سرش شانه کرده. یکون شعر کردا جان هوا. برگویه همه خیلی آهسته آهسته به باید رساندیم و
تا پاچک تا قدر ماشین بردم نگاه کنم که این بچه تماما عاشق. گفتم کیدا جان عاشق دخترکای یا عاشق دیگر؟ گفتم من عاشق موی دراز و کوکل دراز و میزگون دراز. حال افسرشا یک گفت خوشی گفتم من تو چلت دن خلا دونی چلت یک تیشی هاته تیان رو ده کدا. من خودم یا 50 تا یادم بوده این بچه خوش نمیدم نمیدم چی با من این بچه گفتم که دلا بگیر از تن جان عبادت آر فدا کن جان و جانان عبادت آر به هر آلود دامان مزن چند بلا پاکیده دامان. اله پاک و فرارگان پاکیده دامان ناصیب این بچه کرده. رحمت مادر جان من، هزار رحمت. آن روز که در کنار مادر باشم دلشاد و سرافراز و مظفر باشم. آن لحظه که در برم نباشد مادر با خاک سیاه ره برابر باشم. شکر شما مادر جان. خب اینجا در نوبت‌های آینده پدر مهربان از میبرن میسرایند برای شما، فقط صبر کردن در کار. اینجا دوستان عزیز سراینده محبوب و آنه که واقعا با ما همیشه همکاری اجرایی دارد، شهزاد دوران با ترانه مادر و با 2 ترانه رقصی. خوش آمدید. فیض و فرحی با مادرم می آید، نیروی دل و تاج سرم می آید. ای شهری عظیم سر به افلاک بکش، از کوهی بلند مادرم می آید. ای شهری عظیم سر به افلاک بکش، از کوهی بلند مادرم می آید. ای مادر جان مادر جانم فدایت، ای مادر جان مادر میرم برایت. ای مادر جان مادر میرم برایت. کناری مادر باشم، خوشبخت و سرافراز و مظفر باشم. اون لحظه که در برم نباشد مادر، اون لحظه که در برم نباشد با خاکی سیاهی ره برابر باشد. ای مادر جان مادر جانم فدایت. ای مادر جان مادر میرم برایت. ای مادر جان مادر میرم برایت.
مادر مادر بهار فرزند هستی شادی دل و مدار فرزند هستی از بس که همیشه دورم از دیدارت از بس که همیشه دورم از دیدارت یک عمر در انتظار فرزند هستی ای مادر جان مادر جانم فدایت ای مادر جان مادر میرم برایت ای مادر جان مادر میرم برایت صدقه قدم های مادر مهربان برای منصور رقصی دوستمانده برای خواهد برای با قدم های شما را به این تالار زیبا به خاطر برادر عزیزی من آمده. قدم های شما نور باشد. گزار جان یک چند روز پیش با من تماس گرفتن که یک سردی یک شعر نو پیشنهاد کرده بودن، گفتن همین را حتما در برنامه میخونه. من گفتم کوزاد جانی تیار نیست. گفتن من نمیدونم. هرچند که من با کوزاد از همه روز اول فعالیت قریب یک 10-15 شعر این کس را من با آهنگ در آورده پیشکش مخلصان کردم. از
ای دادر مسافرم بعد با چندین سرودها، لیکن یک روی کردن که همین سرود را میخونه. خواستم یک شام آغوشت کنم اما نشد. با خاطر کوزاد جان برادر عزیزی من همین سرودم میخونم. خواهشمندان رقص کنید، خرسندی کنید. امروز هم روز خرسندی است برای شما عزیزان. بلندتر. ای دادر خواستم یک شام آغوشت کنم اما نشد. بوسه از لبهای خاموشت کنم اما نشد. خواستم صبح به گوشت خونده بیتی عاشقی، شعری خود را حلقه گوشت کنم اما نشد. شعری خود را حلقه گوشت کنم اما نشد. خواستم خونی تمامی عاشقانت ریخته. خواستم خونی تمامی عاشقانت ریخته. تا قیامت من سیاه پوشت کنم اما نشد. تا قیامت من سیاه پوشت کنم اما نشد. بعدی به قدری و خور افتادنم چون کوزاد. بعدی به قدری و خور افتادنم چون شهزاد. خواستم یک دم فراموشت کنم اما نشد. خواستم یک دم فراموشت کنم اما نشد. خواستم یک شام آغوشت کنم اما نشد. بوسه از لبهای خاموشت کنم اما نشد. خواستم صبح به گوشت خونده بیتی عاشقی، شعری خود را حلقه گوشت کنم اما نشد. شعری خود را حلقه گوشت کنم اما نشد. زنده باش عزیزان. تشکر زیاد برای رقص‌های زیباتان، برای پذیرایی گرمتان. یک بار دیگه همه شما را خوش آمدید میگم از نام برادر عزیزم کوزاد جان. راسته که ما خیلی سال شد که یارو برادر هستیم و این کس خواهش کردن که البته مادر در برنامه دعوت کنید. من مادر مهربان آوردم، در همه جا هستن، در بین مادر کوزاد جان هستن. یک خرسک برای مادرای مهربان. سلامت باشید مادرها همیشه باشن. تشکر. سلامت باشید. سلامت باشید. خوش آمدید. و یک سه دو بیتی. الها با من دل خستمانی، به گلدان دلم گلدستمانی. چی باشد که تو چیل شعر ترم را به چیل کاکل همیشه بستمانی. مپوش آن روی ماهت را تو از من، مکن چشم سیاهت را تو از من. گذشتم از گناه جان شیرین، مکن پنهان گناهت را تو از من.
من از اندوه و آهت می هراسم، من از تیغ نگاهت می هراسم. شبت پر نور باشد یا نباشد، من از روز سیاهت می هراسم. بگذار که هیچگاه روزی ما و شما سیاه نباشد و در زیر این دو بیتی ها دعوت میکنیم یکی از محبوب ترین سرایندگان امروز، یکی از سرایندگانی که واقعا مثل من در همون دهه به وای رسیده است و امروز خیلی موفق است و گفتم میمونم که همین ترانه که حاضر میخوانند همین شب تا ساعت 3 شب تیار کرده به محفل آمدن. خوش آمدید. رستم عظیمی. فدای قدمایتان. خوش آمدید. فرو کاکا جان سربلند باشید. من میخوام این سر اول دست شما گیرم. ما از قلب گل زیبا برای شما بغیر از ترانه اون ترانه گفته شما میخوانم. من عزیزم اکا جان یک کافی برام به خاطر اکای عزیزم. عزیزان دل خوش آمدیتون. صحنه خیلی مقدس است. با گفته اکای شهزاد جان که در حقیقت سخنهای گم میکنه. من اینجا خیلی ریپتیسیا کردم، سخنهای فراموش شد. اکنون اول آغاز میکنم. پدران عزیز، مادران عزیز، استادان عالی قدر خوش آمدن. یکا یکی شما رو به این درگاه خوش آمدید میگویم.
خیلی که تا این چند روزه که اکای عزیزی ما من میگن برای برگزار کردن یک برنامه خیلی خوش شاعر خوش صنعتکار عذاب میکشد شبهای بیخوابی میکشد من برابرشون هر شب مینویسم که شما گم میزنم که اکا زیر میشه خدا خواهد هزار بار شکر اکا افتخاری ما شما اکا جان و این ترانه که گفتید اکنون من برای شما برای هواداران شعر شما میسرایم من چرا با سرودی دوستان آغاز کردم از استاد آذرخش است بگذار مرتبه اتان به درجه استاد رسد بلندتر رسد همیشه افتخاری ما و تاجیکستانی ها باشید فدای خدماتون من این ترانه که امشب آغاز شد برای شما مرحمت بیهوده جان نکن از من جدا نشو من عاشق تویم تو عاشق منی من با وفای تو به وفا نشم من عاشق تویم تو عاشق در بندی عشقتم در بندی عشقمی پیوندی عشقتم پیوندی عشقمی در بندی عشقتم در بندی عشقمی پیوندی عشقتم پیوندی عشقمی از بندی عشق من هرگز رها نشو من عاشق تویم تو عاشق منی من عاشق تویم تو عاشق منی من جان فدای تو تو جان فدای من من از برای تو تو از برای من از بحر دیگره تو جان فدا نشم من عاشق تویم تو عاشق منی در بندی عشقتم در بندی عشقمی پیوندی عشقتم پیوندی عشقمی از بندی عشق من هرگز رها نشم من عاشق تویم تو عاشق منی من عاشق تویم تو عاشق منی هم صدای تو تو هم صدای من دارم هوای تو داری هوای من بر دشمنان من تو هم صدا نشم من عاشق تویم تو عاشق منی در بندی عشقتم در بندی عشقمی پیوندی عشقتم پیوندی عشقمی از بندی عشق من هرگز رها نشم من عاشق تویم تو عاشق منی من عاشق تویم تو عاشق منی من عاشق شما و عاشق ایجادیات های اکای عزیزم توسا جان اکا با شما افتخار داریم سلامت باشید فدای خدمات ما با رستم جان نیز افتخار میکنیم که از همون زیر انمین کوه که میبینید تولد شده به همین مرتبه رسید مثل همین کوه سربلند باشه خوش آمدید خوش آمدید سلامت باشید و دوستان عزیز این ترانه رو من در هوای همون ترانه سراینده مشهور شرق استاد موین که من خیلی مخلص هستم دیوانگی مکن از من جدا مشم من عاشق تو هم تو عاشق منی همین نوشتم و البته دوستان عزیز اینجا میخواستیم
یکی از فرزندان برومند دیارمان و همدیهایمان مستان شریف زاده قرار دارند. میخوام یک دو سخن بگم برای ما شما. استاد آزادشو بیاید اینجا. من خیلی منتدار هستم و فخر میکنم که در این منبر بلند درباره کوزا سخن گویم. انا در این منبرهای بلند استاد لایق فضل انصاری و بای رجب سخن گفتم. من امروز آزادشو خواهش کردم که بیاد یک جایه این جامعه که در اینجا هست کوزا جان 1000 لغنده دارد. لغنده هایی که زنهای دامن کوه انمین نیگنات. برای همین خواهش میکنم که هم خواهش هم طلب میکنم از شما که 1000 تا غزل و رباعی و شعر نویسانید. اینا شب ماندگی و دوختگی. و به حرمت خدا همین برای به مهر دوختگه برای مهر آوردگه کوزا جان استاد اسکر حکیم گفتن که ما در بیرون در خونکی ها و ضبط میکردیم اینا پوشید. خدا نصیبتون شد. دعای استاد بهتر برای آنکه حافظ خلقی با شاعر آینده خلقی دعات که شاعر خلق شد. جان دل خانه شاعر خانه حافظ در دل خلق است. دل خلق خانه ما هست. اگر در دلش ما جای داشته باشیم انا خانه ما. خدا خواهد برکت میشد، خانه میشد، همیش نظم میشد. یک بابای رودکی یک شعرش میگن که به روی تو خورشید جهانسوز مباد، هم به تو چراغ عالم افروز مباد، با وصل تو کس شومن به داووز مباد، روزی که تو را نبینم آن روز مباد. همین روزی که خلق نبینیم هم روز نباد. خلق باید تنگ باشد، دولت تنگ باشد، ملت بای باشد، جناب عالی سلامت باشند. این خانه ها 1000 تا خانه پرابلم نیست. تشکر استاد. اگرچه در دوشنبه منزلم نیست نخواهم رفتن از این شهر بیرون. سلامت باشه. خوش آمد استادا. افتخار میکنم و اکای مستان گفتن این جامعه رو نکش. من با همین جامعه میخوام که پدر بزرگوارم رو اینجا دعوت کنم و شما شنید استاد افضلشاه بها دید به پدر من که توصیف 7 خواندگی هستند اما ترانه های خیلی بلند از حافظ سعدی از موسیقی میخوان.